برادرای ما سربازای کندک اول کسایی که مخاطب هستیم، شما بهتر میفهمید که ما شما منیس نظامی های اردوی ملی افغانستان با در نظر داشت حکم پروردگار که ما را مکلف ساخته منیس یک مسلمان که فرموده بسم الله الرحمن الرحیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الآیه صدق الله العظیم. معنایش است که ما یکی سرباز هستیم، از جمع مردم افغانستان اکتداد ما برآمدیم به چوکات اردوی ملی افغانستان برای سرباز برید ما افسر خدمت میکنیم. یکی از مکلفیت‌های شرعی ما است که ما تهیه بکنیم او چی که میتونیم از توانمندی و هر چیزی که ما از توانمندی میتونیم تهیه بکنیم منظور و هدفش ترساندن است، دفاع است از عزت مردم ما، از استقلال مردم ما و از تمامیت ارضی ما. بنابراین وقتی که ما قوت خواسته باشیم تعریف بکنیم، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میگه قوت در تیراندازی است، قوت در انداخت است. یک سرباز خوب، یک ماهر خوب نشانزن باید بوده باشد. یک سرباز خوب سرباز باید از یا سرباز شدن میتونه سرباز خوب که مهارت استعمال و استفاده درست سلاح خود داشته باشد. در صورتی که ما منیز نظامیان، منیز سربازای اردوی ملی افغانستان این مهارت کسب بکنیم، در حقیقت اونمو حکم پروردگار را بجا آورد. در صورتی که ما همین مهارت انداخت کسب بکنیم، رسیدیم به اون نقطه که پروردگار عزوجل ما شما را مکلف میسازه به این که آنچه که میگن میتوانید از توانمندی یعنی قوت نبی کریم صلی الله علیه و قوت انداخت تیراندازی تعریف میکنه و ما سربازا من حیث یک ضرورت وظیفوی و من حیث یک مهارت مسلکی مکلفیت داریم تا در رابطه به انداخت مهارت‌های انداخت قابلیت‌های خود و توانمندی‌های خود ارتقا بخشیم تا خدا خواسته باشد با واسطه انداخت دقیق و یا کسب مهارت در خصوص انداخت در میدان ما را ظفری که ضرورت است، پیروزی که نیاز است او را به دست بیاریم، امنیتی که لازم است او را تامین بکنیم تا مردم ما در فضای صلح، آرامش و آسایش به سر ببرند. اینجاست که ما میتونیم مسئولیت ایمانی خود در قبال مردم خود بجا بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.